سلام، به پیج خودتون یعنی اکادمی دیجیتال خوش اومدید. چراغ یووی که کل آنلاین شاپ های اینستاگرام بهش معرفی میکنم و میگم باش سنگ‌های قیمتی رو میتونید پیدا کنید، واقعیت داره یا نه. یکیشو تهیه کردم، میخوام به شما معرفیش کنم. از شرکت اسمارسانه فکر کنم. بله اسمارسانه. این چراغ قوه ما رفتیم توی سنگین ها تستش کردیم، هیچی برانه آشغال ها رو نشون میداد واقعا و خیلی چیزهای دیگه، ولی این میتونم در جواب بگم که سنگ های قیمتی رو پیدا نمیکنه، مگه سنگ هایی که خیلی نایاب هستن، در مناطق ما وجود ندارن، کنار غارها که مثلا کارخونه های سنگ سازی سنگ مثلا الماس و سنگ یاقوت و اینا رو تشخیص میده. ببین برای اونایی که کار پول میکنن، خرید و فروش دلار دارن، چیز عالیه، پول رو تشخیص میده. اگه من بیام جلو و چراغ یویشو روشن کنم واسهتون، ببین این پول این رو روشن میکنه، این زرد رنگ و سریالش رو روشن میکنه و در پشت اینجا سریالش رو روشن میکنه و این خط نقاطی هم روش تشخیص میده. ولی در کل ارزش خریدش واسه یه نفری که بخواد با سنگ پیدا کنه نداره. اگه به این معنا بود با 1 میلیون یعنی میشدید میلیاردر. این یه چیز واقعی نیست و من که خیلی از چراغ‌ها رو تست کردم، سابقه کاری زیادی در این رشته دارم، میتونم بگم یه چیز چرته.